خب اگه یک گرده نداشته باشی، من یک گرده خدا برات بدم، چی میکنی؟ مثلا یک گرده تردوش خراب شده نه، باز من میگم برو من دیوال دستم خیرش یک گرده خدا من برات بدم. بسیار تشکری میکنم از نه میگم باز 5 روز 5 مرتبه بر من صبح پیشین سطلای هوا پر کو بیار از خانه اون داغل کو میاری. نه خیر است. گرده نداری میمیری. نداشته باشه استاد دیگه این کار بیشی ناممکن است دیگه. نه حالا مثلا گرده طرف نه هیچ گرده نداره، دکتر وقت میگه که اگه گرده تی یک هفته عملیات نکنی میمیری. آره بمیری خوب است یا گرده داشته باشی؟ گرده داشته باشه. خب من یک گرده خدا برات دادم. میتونم بگم گرده مثلا 40 قیمت داره، 40 دلار است یک گرده من. همین برات من میتونم سایز نه منتها باز روزانه برای من خوب صبحم کار کو، چاشتم کار کو. بیشی درست است. میکنی؟ بیشی است. خب برای من از خاطر یک گرده هم صبح تا شام کار میکنی؟ بیشی است. الله که 2 تا گرده مفت دادید. باید دیگه عبادت چه کنیم استاد دیگه؟ ببینید نه آدم وقتی که امی گپا را سرازی فکر بکنه نه تو بیا مثلا قلبت هیچ کار نمیکرد، روزانه مثلا به خون ضرورت داری 1000 سی سی خون باید برات چیز شونه. 1000 سی سی خون چند خود باشه در بازار؟ اساس قیمتش خیلی بالا، شاید $50,000 شده. اینا حالا مثلا اگر این خون تو هر ماه باید تبدیل کنی، هر ماه تبدیل کنی، ماهانه مثلا باید 20000 10000 حداقل مثلا فکر کن ما $1000 باید خود تبدیل بشه با خون نو می‌داشتی نه و تو پیسه هم نمی‌داشتی، باز تو می‌کنی طبیعتاً که میمرد انسان. خب من این پیسه رو باید بتم ما $1000 بدم باز بگم صبح تا شام دیگه تو در خدمت ما باش، مزدوری می‌کنی طبیعتاً که به خاطر اینکه منافع برآورده شه من باید مزدوری تو رو نه خاصی که بموری مزدور باشی خوب از باز شاخ باز خانت میری های ها همون می‌کنی مزدوری من واقعا نه فقط از خاطر خونت نه از خاطر حالا که الله برات مفت خونه داده باید شکرگزار و عبادت شه میشه. این نعمتای الله هست هر قسمت تو بیاین حالا باشه از مثلا یک تنفس کردن نمیتونستی، یعنی تنفس مصنوعی کار داری در یک شبانه روز مثلا $200 تو اکسیژن ضرورت داری نه؟ یک انسان در یک شبانه روز 200 کیلوگرم اکسیژن ضرورت داره. اگر باید تو 200 کیلوگرم اکسیژن خود تنفس نمیکنی، یه باید میخریدی نه؟ روز $200 میتونی بخری اکسیژن؟ نمیشه. برای من پیسه دارست، من برای می اکسیژن $200 میدادم تا اکسیژن مفت. باز چی میکردی؟ مزدوری میکردی؟ مجبور هستیم باید مزدوری کنیم. سرزمین دیگه من خوب بیل میزدی و گواه قلبی برات میگرفتم من. اگه نه باز اکسیژن قید. خلاص دیگه از بین میرسیم. ونال باز ما که برات روز $200 اکسیژن میدادم چی میکردی؟ خدمت تا نمیکنیم دیگه. صبح تا باشم. بله. حالی که الله برات اکسیژن مفت میده، هر جایی که میری اکسیژن پر است. باید شکرگزار باشیم دیگه. کمی شدم بس شکر. همیشه میگم. کدامروز گفتی یا الله شکر که برام می اکسیژن دادی، گفتی کدام روز؟ چرا نیست؟ کی گفتی؟ چه وقت گفتی؟ همیشه دعا نماز بخونیم دعا میکنیم. یادت هست؟ یادت هست کدام روز گفته باشی؟ استاد شما باش بینید سعی کنید مثلا دو چشمه در یک حادثه، یعنی در حادثه ترافیکی دو چشمت از بین میرفت. بله. ها؟ بله. چشم نمی داشتی. کور هستیم. دیگه نابینا میشید، نابینا میشید دیگه میرفتی دیگه یه چند تا درس هم صحیح خواندن نمیتونستی. اون نابینایی که سابقه است واقعا خودترکی قرآن حفظ میکنه آدم در پیری نابینا شد، در جوانی و تا 20 سالگی خب نابینا میشید میرفتی مثلا یک شفاخانه برات میگفت که ما 20000 یورو بده من تا چشم نو برات عملیات میکنم. 20000 یورو از کجا میگیری؟ پیدا کردن نمیتونی. غریب باشیم پیدا کردن نمیتونی. ما هم تو میگشتی دیگه به چشم و مجبور دیگه که باز اگه من برات 20000 یورو رو میدادم برات میگفتم منتها برات میدم منتها تو باید چی کنی؟ در خدمت ما باشی. برای در این صورت هم خوش میشیم و بعضی وقتها حتی در مجلس های بزرگ شما را یاد میکنیم و شبها اگر از خواب بیدار شیم باز خوشحال میشیم که فلان شخص به ما چشمه توفه و یا کار میکردیم صبح. بله کار هم میکردیم، هر کاری که میگفت میکردیم. الله کال بر دو چشم دادم تو مفت. و شکرگزاری او را باید ما و تمام جوانا و تمام مسلمان داشته باشیم. جزاک الله خیر. یعنی ببینید که یعنی یک ساعت که آدم درباره اعضای بدن خود فکر بکنه، شما حداقل بشینید یک سوال بکنید از وجودتون. مثلا یک روز بگو خب چشما دارم من زیر چشمانه اگه نمی داشتم
گمان نیک چه وقت در انسان پیدا میشه؟ حداقل اگر انسان یک 5 دقیقه درباره چی فکر کنه؟ درباره وجود خود فکر بکنه. شما اگر درباره وجودتان فکر بکنین و ببینید که الله متعال بر تو چقدر نعمت ها داده، چقدر نعمت